زنی که هیچ رفیقی نداره و دایره دوستاش خیلی کوچیکه، زن فوق‌العاده امنیه. حرفمو باور کن. اون یاد گرفته که کیفیت مهمتر از کمیته. اون برای تایید ارزش خودش به افراد مختلفی نیاز نداره. اعتماد به نفس اون از درونش میاد، نه از تایید دیگران. اون ترسی از تنها موندن نداره، چون قدرت خودش رو خوب میشناسه. انرژیش رو برای هر چیزی نمیذاره و هر کسی رو به راحتی توی زندگیش جا نمیده. اون دوستی‌های جعلی، نمایشی و شایعات زیادی رو تجربه کرده و از همشون دور شده و زندگی مسالمت آمیز و بدون درامی رو ساخته و الان خوشحال‌تره. برای اینکه حس کنه کامله، نیازی نداره که مردم دورش جمع بشن و اون با خودش راحت تره. اون میدونه که دوستای واقعی کمیابن و داشتن چند دوست واقعی رو به تعداد زیادی از دوستای غیر واقعی ترجیح میده. دایره کوچک دوستانش از آدمایی تشکیل شده که اون واقعا میتونه بهشون اعتماد کنه. آدمایی که وفاداریشون رو بهش ثابت کردن و وقتش رو برای روابط بی‌معنی تلف نمیکنه. وقت ارزشمندش رو عاقلانه صرف میکنه. اون زنیه که میدونه چی میخواد از زندگیش و به چیز کمتری هم راضی نمیشه. بنابراین اگر زنی رو میبینی که هیچ دوستی رو نداره و یا اگر داره دوستیای کوچیک و جامعه کوچیکی داره، اون آدم امنیه. اون آدمیه که اعتماد به نفس داره و ارزش خودش رو میدونه.